بعضی میگوین دینداری این است که تهجد بخوان و تلاوت کن و این میگوین دینداری. ولی در یک حدیث بسیار معروف که من خدمت شما عرض میکنم پیامبر فرمودن ان الدین النصیحة، ان الدین، 3 مرتبه تکرار کردن ان الدین النصیحة، ان الدین النصیحة. قالوا لمن یا رسول الله؟ فرمودن لله و کتابه و رسوله و ائمة المسلمین و عامته، برای الله و رسولش و کتابش و برای ائمه مسلمانان تا کفر بواح از او دیده نشود و برای عموم مردم. شما باید خیرخواه باشید، شما باید خیرخواه باشید. حضرت جریر بن عبدالله بجلی می فرمایند ما رآنی رسول الله صلی الله علیه و سلم الا تبسم فی وجهی، هیچ وقت مرا رسول خدا ندیدن مگر اینکه بر روی من چیکار کردن؟ تبسم کردن، خندیدن. بعد ایشان می فرمایند بایعت رسول الله صلی الله علیه و سلم على اقام الصلاة و ایتاء الزکاة و النصح لكل مسلم، خیرخواه باشم برای هر مسلمان. من بر این چیز با رسول خدا صلی الله علیه و سلم بیعت کردم. ما در روایت داریم حضرت جریر بن عبدالله بجلی یک غلامی داشت، او میرفت بازار دائم خرید میکرد، تجارت میکرد، کاروبارش تجارت بود. برای چه کسی؟ برای جریر. حضرت جریر خرید میکرد. روزی این غلام رفت به بازار خرید کرد، چنه زد و چنه زد، بسیار زیرک بود، بسیار یک چالاکم بود این غلام. چنه زد و بسیار چنه زد و بسیار اصرار کرد تا اینکه یک اسبی را خریداری کرد با 300 درهم. خب طبعا باید حضرت جریر پیسه اش را پرداخت میکرد. آمد پیش حضرت جریر بن عبدالله عرض کرد، گفت که یا جریر من معامله را تمام کردم و به اتمام رساندم، من این اسب را خریدم. چقدر خریدید؟ با 300 درهم خریدم. حضرت جریر بن عبدالله فرمودن به صاحب اسب گفت که این اسبت به 500 میارزد. غلام بسیار ناراحت شد، اعصابش خراب شد. گفت من ایره به 300 خلاص کردم، تو میگی با 500 میارزد. صاحب اسب گفت من راضی شدم، با همون 300 من راضی هستم. گفت این اسب تو به 800 میارزد. واقعیتش این است، به 800 میارزد. واقعیت هم اینطور بود که به 800 میارزید. بعد 800 درهم را پرداخت کرد. بعد از اینکه او میرود غلام میگوید که من چقدر زحمت کشیدم، این را با 300 درهم خلاص کرده بودم و تو این را به 800 درهم خریدید. میدانین حضرت جریر چه فرمودن؟ فرمودن بایعت رسول الله صلی الله علیه و سلم علی النصح لكل مسلم، من با محمد رسول الله بیعت کردم که خیرخواه باشم برای هر مسلمان. اینما کنا اینما